به نام یاد خدا. با عرض سلام خدمت دوستای نازنین. امید که در صحت و سلامت کامل باشین. شما را خوش آمدید میگم به آموزشگاه آنلاین رهیاب. من انجینیر احسان سلطانی، مدرس ریاضیات، در خدمت شما قرار دارم. در جلسه قبلی ریاضیات را تعریف کردیم، به 4 بخش تقسیمش کردیم و در ادامه رفتیم روی طبقه بندی اعداد، خوانش اعداد و همچنین روی یک سلسله از کاربردهای ریاضیات صحبت کردیم. در این جلسه میپردازیم به ست‌های اعداد. ست‌های اعداد یا در کل ست اعداد یک بخشی است که انشالله در اخیر حساب یک فصل مشخصی را ما تدریس میکنیم. فعلا فقط با انواع ست‌ها یا ست‌های اعداد آشنا میشیم و معرفی میشیم. اولین ستی که ما و شما امروز به خیر میخوانیم ست اعداد طبیعی است. ست اعداد طبیعی. ست اعداد طبیعی میگیم اولین و قدیمی ترین ست اعداد می باشه که سمبولش n یا in می باشه. عناصری که در یا اعدادی که در این ست وجود داره کامل هستند. 1 2 3 4 5 و به می ترتیب ادامه داره. و ست اعداد طبیعی باز به دو ست دیگه یا دو بخش دیگه تقسیم میشه. ست اعداد طبیعی جفت و ست اعداد طبیعی طاق. اعداد طبیعی جفت را به سمبول ای نمایش میتیم و اعداد طبیعی طاق به او. اعداد یا ست اعداد طبیعی جفت و اعدادی هستند که بالای دو پوره تقسیم شوند یا هر عددی که رقم یک های 0 2 4 6 یا 8 یک از اینا باشه و عدد جفت است. و ست اعداد طاق اینجا نوشته میکنیم دوستای عزیز. ست اعداد طاق به اون نمایش داده میشه 1 3 5 7 و ادامه داره که ست اعداد طاق اعدادی هستند که بالای دو پوره تقسیم نشوه یا رقم یک هایشان 1 3 5 7 یا 9 باشه. در ادامه دوستای عزیز میایم روی دومین نوع ست ما، ست اعداد کامل. ست اعداد کامل میگیم ست اعداد طبیعی بر علاوه 0 به نام ست اعداد چی یاد میشه؟ کامل یا مکمل. و سمبول زیرم با W نمایش میتیم. اعداد طبیعی و 0 به اساس. سومین ستی که میخوانیم دوستای نازنین ست اعداد تام است. خود تام یعنی پوره، کامل. میگیم ست اعداد طبیعی و متضادشان بر علاوه 0 به نام اعداد تام یاد میشه. که به سمبول زی نمایش میده. اعداد طبیعی 1 2 3 4 تا به نهایت و متضادشان -1 -2 -3 تا منفی به نهایت بر علاوه 0. این یا به نام اعداد تام یاد میشه. و همچنان اعداد تام باز به دو بخش دیگر تقسیم میشه.
تام مثبت و تام منفی. البته باید صفر یاد ما نروه. میگیم اعداد تام مساویس به اعداد تام مثبت اتحاد کنه با صفر یا یک جای شو با صفر و یا اتحاد بکنه با اعداد تام منفی که اعداد تام مثبت با زی بالایش مثبت نمایش میتیم. مثبت 1 مثبت 2 مثبت 3 به می ترتیب ادامه داره و اعداد تام منفی را زی بالایش منفی، اعداد با علامت منفی 1 منفی 2 منفی 3 و همطور ادامه داره. به اساس چهارمین ستی که ما شما میخوانیم ست اعداد نسبتی یا ست اعداد ناطق، ست اعداد گویا، سه نام دارن یا ست اعداد کسری. میگیم ست اعداد نسبتی اعدادی هستند که به شکل کسری نوشته شده میتونن و اینا را ما به سمبل کیو نمایش میدیم. کیو مساوی به 1 منفی 2 1 بر 4 3 0 و غیره. یا ساده تر بگوییم تمام همین اعدادی که تا فعلا خواندیم کلشان داخل ست اعداد نسبتی وجود داره، بر علاوه از اونها اعداد کسری هم وجود داره. یعنی ما میتونیم منفی 2 را به شکل کسر ارائه بکنیم، 1 به شکل کسر ارائه بکنیم. و پنجمین نوع ستی که میخوانیم ست اعداد غیر نسبتی یا ست اعداد غیر ناطق یا ست اعداد گنگ و تعریف میکنیم که اعدادی اند که به شکل کسری ارائه شده نمیتونن. به اساس معمولا اعداد جذری هست که در این ست اعداد جا داره. البته تمام اعداد جذری نه، اعدادی که مشخصات غیر نسبتی یا گنگ داشته باشن. سمبل اعداد غیر نسبتی را کیو فرض میکنیم، نامگذاری میکنیم. مثلا اعداد مثل عدد پای، جذر 2، عدد اویلر، جذر 3، جذر 31 و غیره. یعنی اینا ادامه داره به اساس. خب اگر یک روشنی روی اینا بندازیم دوستا، چون ما در ابتدا هستیم، فقط فعلا همینقدر بدانین که اگر اینی یک عدد اعشاری باشه، یک عدد اعشاری از دو قسمت ساخته میشه، قسمت صحیح و قسمت اعشاری. در صورتی که قسمت اعشاری از این ادامه داشته باشه و شما معلومات نداشته باشین که خب بالاخره آخر از این چند است و چه تعداد است، همین معلومات نداشته باشین و عدد میتونین بیارین در اعداد غیر نسبتی. باز انشاءالله درسای ما که به کسر اعشار و اینا رسید انشاءالله کیره مفصلتر و خواناتر تشریح میکنیم. در ادامه میریم روی ست اعداد حقیقی و غیر حقیقی. ست اعداد حقیقی میگیم اعدادی هستند که توسطشان اشیا را شمارش میتونیم. سمبولشان آر یا
آی آر می باشه. تمام ست های یا اعدادی که تا فعلا خواندیم کلشون داخل اعداد حقیقی است، مثل اعداد طبیعی، اعداد کامل، اعداد تام، اعداد نسبتی و اعداد غیر نسبتی. و دقت داشته باشین دوستا، اعداد طبیعی در اعداد کامل می آید، باز اعداد کامل کلش در اعداد تام می آید، اعداد تام باز کلش جمع میشه در اعداد نسبتی. پس اینی دو ست از هم فرق هایی داره، نسبتی و غیر نسبتی. در عناصر و اعدادی که در اعداد نسبتی هست یا در کل 4 ست میبینین، هیچ کدامش در اعداد غیر نسبتی وجود نداره به اساس. و در ادامه اگر اینی را محور اعداد فرض کنیم که 0 به حیث مرکز قرار داره، عدد 0 سمت راست اعداد مثبت هستند و سمت چپ اعداد منفی. مثلا اینجا اگر 1 باشه، اینجا اگر 2 باشه، مثبت 1 مثبت 2 تا بالاخره به مثبت به نهایت میرسیم. و این طرف اگر منفی 1 باشه، این طرف منفی 2 تا منفی 3 تا میرسیم به منفی به نهایت. بزرگترین عدد مثبت به نهایت، کوچکترین عدد منفی به نهایت. اعداد مثبت از 0 به سمت راست بزرگ شده میره، اعداد منفی از 0 به سمت چپ کوچک شده میره. یعنی اندازه یا مقدار منفی 3 از منفی 1 قدر خرد است. به اساس میایم دوستا روی ست بعدی. ست اعداد غیر حقیقی. میگیم اعدادی هستند که توسط آنها اشیا شمارش شده نمیتواند، چون اینا حقیقی نیست دیگه. باز اعداد غیر حقیقی را به UR نمایش میتیم و به 2 قسمت یا به 2 بخش تقسیم میشه. اعداد غیر حقیقی، یکی اعداد موهومی، دیگه اعداد مبهم. موهومی، مبهم. به اساس اعداد موهومی فعلا فقط کدش آشنا میشیم، باز انشاءالله در الجبر بخیر معرفی میکنیم. واحدش آی است، جذر مربع منفی 1 یا هر آن جذری که درجهش جفت و مجذورش منفی باشه حاصل از یک عدد موهومی میشه. و در قسمت اعداد مبهم شکل‌های متفاوت داره که انشاءالله در لیمیت بیشتر با اینو معرفی میشه. مثلا 0 تقسیم 0، بی نهایت تقسیم بی نهایت، 0 به نمای بی نهایت و اشکال متفاوت دیگه. و میاییم روی ست بعدی. ما ست اعداد همجنس، اعدادی که واحداتشان یکسان یا همجنس باشه. مثلا 34 رأس گوسفند و 24 رأس گوسفند. این اعداد همجنس میگیم. و ست بعدی ست اعداد
مجرد اعدادی که بدون واحد باشند اونا رو میگیم اعداد مجرد. مثلا 15 75 100. خب در ادامه ست اعداد مشخص اعدادی اند که واحدات آن یا واحدش مشخص باشه یا واحد داشته باشه. مثلا 40 کیلوگرم برنج یا 20 کیلوگرم آرد و غیره. در ادامه میایم روی دریافت تعداد اعداد طبیعی بین دو عدد طبیعی. ستای اعداد به اینجا به پایان میرسه و میایم روی عنوان بعدی دریافت تعداد اعداد طبیعی بین دو عدد. مثلا اگر بخوایم بین A الا B ببینیم که چند تا عدد طبیعی وجود داره، این یک رابطه داریم A منفی B منفی 1 به شرطی که A از B بزرگتر باشه. مثال بین 120 الی 307 چه تعداد عدد طبیعی وجود دارد؟ خب میگیم این یا تعداد مساوی است به عدد بزرگ منفی عدد کوچک منفی 1. خب میگیم 307 منفی 120 که 121. از 7 1 کم کنین 6، از 2 را کم کنین 8، اینجا من 2 منفی 1 بین 120 الی 307 186 دانه عدد وجود داره بجز خود 120 و 307 در بین اینا. خب دوستای نازنین این بود درس جلسه ما. امید که درس را خوب یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی و برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا میسپارم.